گفتی که یک از باید که شما اگر مردک باشین برید در پیش اسماعیل سامانی گپ زنین و مثل تو برین همه سوال به حد بسیار میاد در زندگی ده. ای شما مرد باشین بیاید تاجیکستان باشین، مرد باشین بیاید دکتر تاجیکستان گپ زنین، مرد باشین بیاید در اروپا رحمان گپ زنین. آخه شما یکمش اولش این که همه گپ منطقی فکر کنی، این یک گپ بی عقلی شما که مرد باشین بیاید در پیش سامانی گپ زنین. آخه شما میدونید که جنگ مردانه رینگ در رینگ تشکیل میشه، دو نفر در درون رینگ میشنن، دو نفر میمونن که جنگ کنن. آیا اگر یک نفر برای در پیش اسماعیل سامانی 15,000 ارتش تاجیکستان یک طرف، یک نفر یک طرف، آیا همین مردی ای؟ تو وقتی یا تو را رزبار یا جنگ پیروز میکنن تو کامera ایش یا تپا و آمادگی ای همین مردی ای؟ یا اینکه مردی اونایی که یک در اروپا یک به یک میشنی گازنی؟ این چی بی عقلیه در ملت تاجیکی مرد باشی بیا در تاجیکستان گپ زد. مردی نمی بود که رحمان اومد بود پاریس، امانوئل ماکرون شوی خلای ما نبود و شوی خلای امالی هم نبود، میمونده یک با یک گام زدن قطعی مخالفو، طرف یکم کس نبود. انا اون میدان مردی بود، آیا طرف 15,000 لشکر، آیا طرف یک آدم خشت که مردی برو گازا کوترا کوت مرد باشی تای فوتبال که برو ایو سرش اتوماتو برو یان کوت مرد باشی کو اتوماتو رو چه بگردون همین مردی میشوه. امروز جفت مورا کوبیا تاجیکستان گازا کوبیا تاجیکستان گازا از یا لشکر ای طرف تا توخه این مردی بدای. خب یک لحظه من این پیغام این پروینه برای من خوندم روسی اینجا میگه که خلاصه مکتب معتزلی و ماتوریدی را خواند و گفتش که اگر یگان کس جرم کند جوابگو نیست، همش خواستی خدا است، لیکن همین خیل یعنی که این خواهر این مادر گفتنی است که یعنی که اونها به عقیده که به عقیده قدریه وری میگن، یعنی که در تقدیر همین چیز نوشتگی است، یعنی همون کاری که میکنه انسان او را خدا نوشته است، خب دیگر اون جوابگو نیست. این بچه جوان هم خیلی هست، او را خدا آوردگی است، او خدا آوردگی است. شما چی قدر زور میزنی؟ اون خدا او را آورده است، درست برگ درخت بدون اجازت خداوند نمیغلطه. ما گپ زدیم یه بچه شما چه خیلی اعتراض میکنین. شما عقیده قدریه دارین، یعنی که اون عقیده که شما به این عقیده هستین که پروردگار همه چیز پروردگار درست است و شما به این چیز ایمان نداره که همین چیز خدا کرده است. این خدا برآورده از گپ میزنم، مرا خدا آورده از اینجا گپ میزنم، او تر خدا آورده است، اوش رحمانو خدا آورده. پس اونا ران که خدا آورده باشه این کار ما همون کار خدا هست، ما همون فرمایش خدا را اجرا کرده هستیم. چرا شما اینقدر نگران میشین؟ خب به هر صورت این پیغام شما میرین ما یگان تا همین گروه 24 یک تاتون دیدم او ما اومدم سوز خیر برای خیر کرده بود من میدونم باید کلانتون ما اومدم تاجیکستان دایی روی ایش نگفت کنه چی؟ یک سنیاگ نبود در تایچه یک جاش خروشیدگی نبود کنه اومد را امو کلانی گروه 24 گروه 24 کلانش در بیرون های کیا به کلان 24 برادر عزیز یک بار برای همون اینترنت ها را برگه که یک بار گریز چور بگم که کلانش کی است از کجا پیدا شده است بعدن چیکن. خب برادر ایشان خدا نگهدارت باشه. اینجا یک ده برادر دیگر ما تمام ما میبرم فقط برادر تو ما ترا دیدم براستی ما رحم میاد قطعه بحث کنم برای که ترا میبینم خیران گیا به چورا رنگ از چیز سوختگی برمی دلم نمیشه که بالات حمله کنم. اگر یکم تحقیق کلاغاوس میشید باش حمله میکردم. برای فقط بدونه از همین جماعت استفاده میکنیم برای کسایی برای هم نفره میگم که وقتی میگن که بیا تاجیکستان مرد باشه او میدان مردی نیست که یک نفر بره در مقابلش 20,000 آدم 20,000 باید آدم این مردی نیست. مردی اینم جگه هستم این مردی است. بله این رو پارم در رحمان رو بیا استود اون طرف یک خش پیوست کنه بیا گازنه مردی است. بیا در جای یک حکومتدار بیا گپ زنه بیا گپ زنه میشه مردی. چکورات مهاجر پوچکنده با چنون خوردن نیست عذاب یک آدم مسئول سفیر بیا یک دیاسپور بیا گپ زنه تو برادر اخی ترا اخی این همه در همه جا عزیزی یک دقیقه عزیزی نازنینم ای بچه خوشرو ای عزیزی نازنینم کمترک تبلیغ خدایی زن اینقدر مغرور نشه به اون رحمانوف. ندارم دل کمی سنجیده لاف کبریایی زن. همین چند روز مهمان تو خواهم بود و خواهم رفت. پرم بیش کسته ای آهسته سنگی بی وفایی زن. اون دردی که تو داری اون درد ما داریم. تو برادر یک آدمی که امروز یک نمیدونم خیال کده که یک تلویزیونی است که میبرو یک خیاب ببرم یک گپ زنم
این هم مردی این نبرد نبرد حقگو است. بله بله این هم حوض فردا اگر من تا قبرم سفرا کو پیش یکن این هم حوض من تا قبگا برم پیش سفرا تکی نماینده تاجیکستان جرأت نمیکنن 6 نفر 10 نفر داخل بیرون ببرویان جرأت نمیکنن 10 نفران. بله مردی گپ میزنی. خدا نگهدار زنده باشید. برای که لوخ نماشون. خدا نگهدار. خب برادر سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. سلام برادر یک همینجا تماشا کردم راستی بگیم سیرکم که میشوم. یا سخن داشتم درباره چی شما مبارزه بردید مقصد نه اینکه شما خلق مقصد. خب یک لحظه خدا نگهدارت باشه. دیگر ما هم برنامه را به آخر میرسونیم. تشکر زیاد برای تماستون. خب بفرما. برادر امی یک چرا نفهمیده استم برای چی مبارزه بردید نکن. مبارزه ما همین مبارزه مقصد شما و دیگرو. ما جواب بدیم که بگذاریم مردم جواب بدیم که چرا ما مبارزه می‌کنیم کو مردم چی فکر دارن در این چیز. شما هم جواب بدین با مردم هم جواب بدین. خب این برادر بسیار قطع وصل میشه. بگذار ما مشکل نیست ما جواب دادن که مشکل نیست ما جواب میدیم. ما 100 بار این جواب دادم. خب سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرما برادر برای خاطر چی ما مبارزه برده شدیم؟ به خاطر آزادی، به خاطر زندگی خوب، برای سرفرازی آینده فرزندای خود، آینده کشور خود، برای یک آزاد زیستن در خارج کشور، برای دیگران غلامی نکردن بلکه با سر بلند در خارج زندگی کردن، همیشه از تاجیک افتخار کردن. برای این ما مبارزه میبریم. مبارزه سلامت باشین. ما بگم مبارزه ما بست. ما به خاطر چی مبارزه برده هستیم؟ برای خاطر اون غرور و شهامت و اون غیرت و جوانمردی که از دست رفته ایستاده است اون را بر بگردونیم. ما به خاطر این مبارزه میبریم. برای خاطری که امروز حقوق ما پایمال شدگی است حقوق ما بر بگردونیم. حق مردم گرفته شد. من حق مردم را دوباره بر بگردونیم بتیم. ما به خاطر این چیز مبارزه برده هستیم. فهمید یگون چی؟ ما فهمیدم. ما 100% میفهم برات. خوبه. چرا گرفته شده است؟ مقصد من نمیگم چی دارو منصب دارو گرفته است. چه معنای گپ که چرا گرفته شده است ای مردم؟ همون چیزی همون بگیم که جوهر همون جوهری قیمت بهای مردم همون دزدیده شده است. همون را باید بر بگردونیم در مردم بتیم. اون غیرت اون آزادی فهمیدم. اکا گوش کن. یک چرا ما فهمیدم. مقصد گپای شما برآمده میآید که باید یک جای باشیم. هم خیلی خب چی باید کرد یک جای باشیم؟ این همی تواری آدم ها بیاید قطیم یک جای شوند میشیم یک جای. چی باید کرد؟ گپ در اون نیست خوخی. گپ در دیگه جای خوخی. چی باید کرد؟ چی باید کرد؟ این همی خیلی انسان دعوت بکنن مردم بیدار بکنن اون فکرهای خامی که حکومت در ذهنهای مردم داختگیان اونا را از ذهنها بیرون کنن. بعد انشالله که این زوال حکومت میشوه و این برگشتنی اونا غروری مردم میشوه. برات چی میگم این سوال جدی است برات. فهمیدی؟ این سوال دوام داره. ممکن بعضی آدما نفهمه این سوالا. برای همین خاطر ما برآمدم. ممکن چند آدم زبط کرده است. با همین خاطر ما گپ میزنم بگیرن زبطم کنن. مقصد خب ما گفته استم که با چی سبب امی گپ و چپ رفته است. مقصد با چی سبب اینجا سبب هست. به سبب یگون خیلی نمیشود. برات فهمیدی؟ اینجا نقطه بیرگل داره. ما دیگر کسی را در استودیو قبول نمیتونم برادرایی که یک لحظه ما دیگر کسی را در استودیو قبول کردن نمیتونم. برادرایی که در اینجا الان هستین ما را میبینین خواهشاً میکنم باز یک بار دیگر هیچ وقت فراموش نکنین این صحبت ها را پدیلید بکنین. لایک بمونین تا که این صحبت ها به دیگرها برسن و این کوچکترین خدمت شما است. زنده و سربلند باشید. خب برادر بفرما.
نگاه کن برادر عزیز، ما یک خانه داریم، این خانه رو به یک استا را دادیم و اومدیم که خانه مون استا از خود کرده است و خراب هم کرده است. ما با اون پول دادیم تا اینکه خانه ما را چکار که تعمیر کنه. آیا ما حقی نداریم که این استا را چکار کنیم، پلش نتیم، حقمون از او طلب کنیم، از خانه سرش کنیم؟ آیا ما حق نداریم؟ تاجیکستان خانه تمامی ما است، ما اجاره دادیم، رحمان از خودش کرده استش. ما به خاطر این مبارزه میبریم. هدف ما همین است که خانه خودمون رو دوباره به دست خودمون بگیریم. خودت همچون یک شهروند آیا حق داری از یگان چه دفاع کنی در تاجیکستان؟ همچون یک تاجیک چیکار کرده میتونی یک شهروند تاجیکستان امروز؟ آیا یگان کار انجام داده میتونی؟ یک کار را بگو که امروز از دست میاد. حق گپ زدن نداری در یگان جا. سفارت میره سرسان سرگردان میگردی، هر کجا میره قتل کشتار، هزارها انسان در خارج کشته میشود. چرا یک عمری هویدای 5 ساله تا امروز مثلا قتلش زندان نمیشود؟ سفارت زیر کنترل خودش گرفته است، اما چرا نمیشه؟ 2 سال میشه از بین گذشت. کی را نظارت باید کنه؟ اگر حکومت مردمی نباشه نه گپ در اون کی کار انجام میده؟ گپ در چی میره واگنی؟ سر چی باید گپ در اونجا نیست. نه او آدمی که مرد خدا رحمتش کنه او را گپ نزنین. گپ در دیگه جای برات. فهمیدی؟ نمیفهمی لوشی گپ نزن. تمام یا لحظه. نمیفهمی گپ در یا لحظه. امی تو بگو برادر گپ در جای در کجا میبینیم گپا؟ کی بعد همیشه کشولا کدا نه کشولا نه، این گپ سریوس گپ های مقصد در کجا میبینی گپا؟ گپ در دیگر جای. بگو شوخی. گپ در منصب ای برات. فهمیدی؟ گپ در خلق چی نیست. پروستو خلق اتراویت کردن خلق نیستوی تا. فهمیدی؟ کسی چه خیلی زندگی میخواد کردن میگیره. نه اینکه دفاع در رحمان بیا که در دیگر جای. تمام ما میکروفون تو میکشم اگر که صبر نکنی. تمام. اخیر گفتی گپ در منصب ای. خب برادر پرویز صدای ما رو میشنوی؟ بله میشنوم. سلام و درود بر شما و به تمام تماشابینان. با گفته پیش از همه به این نفری که امروز دعوا دارد که گپ در اینجا است، گپ در همین جا است که امروز در رفت حکومتداری رحمانوف مساحت تاجیکستان کم شد، یعنی زمین ما را فروخته کرد. گپ اساسی در همینجا است که ما هم از سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. تو خودت میدونی که 10 سال قبل مساحت تاجیکستان چقدر بود و امروز چقدر مانده است؟ کنی بگو. من سوال دادی خودت برات ایما کلونن راستی چیکار کردگین در تاجیکستان؟ چیکار کردگین؟ من شخصیتی منم میپرسم. صبر من میکروفون تا میکشم. صبر کن. اگر میکروفون تا گیران میکنی دفعه ما از استودیو خارج میکنم. گوش کن. شما گفتین که گپ در منصب است. خب این اومد گفت که گپ در منصب که باشه. خب امروز اومدن غیر از منصب امروز زمین ما بگیم که فروخته شده امروز. خب اینا مثالا رو برای شما آوردم. شما از مساحت تاجیکستان خبر دارین؟ تو دیگه سوال نتی دیگه جوابتی. ما همه چی خبر دارم. فهمیدی؟ من خدمم در اروپایم با نزدیکی شمایم. فهمیدی برات؟ من در پولش هستم. راستی تاجیکستان 100% پروستو مردم اطراف کردن نیستویت. فهمیدی؟ تمام بست. بوی خیلی میگردی. بست. هموز گفتی گپ در منصب ای. خب از چی چیز خبر داری؟ از زمین فروختن رحمانوف خبر داری؟ ما او دا کار ندارم. چی میفروشه چی میکنه او دولتداریش میکنه. تمام صبر کن.